منی برادرگاهان راجع بلوچ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دوم از تاریخ قوم بلوچ صفحه آبکار جاسکی ها حمایت بکنید، این ویدیو نشر بکنید. این حمایت شما به خاطر من نه، این حمایت شما به خاطر ایشین که بزار تا این ویدیو به دست مشمع چکم و مشمع طایفه و مشمع قوم برسید و فدی تاریخ ها بزونن و فدی صله رحمه بین فدی قوم برقرار بکنن و بین ملت بلوچ همبستگی و محبت و اتحاد و همدلی ایجاد بدید. متوجه؟ خب حالا اتعرض به موضوع جلسه دوم. حتما در شما ذهنها این سوال همیشه هستن که بلوچ اصلش چین؟ البته به سوالا در این جلسه جواب بدم. بچاره بعضیان گشته که بلوچ ایرانی تبار و آریایی‌اند، خاصتا نسل مروچیه. من در تاریخ که بررسی کو به همچنین نتیجه نرسیدم که بلوچ احیانا ایرانی تبار آریایی بود و اگر هم آشون افرادی کتابش نوشته که بله بلوچ ایرانی آریایی تبارن، این همه فارس های بیدگن که به هر حال اهداف سیاسیش بیده و من انا لطون در اشیا دخل بوم. ولی البته از نظر عقلی یک مسئله به شما بگشم تا شما امیدوارم که قانع ببین. اگر بلوچ ایرانی تبار آریایی اند، خب دین ملت ایران پیش از اسلام چی بیده؟ مجوس، آتش پرست بیده و این آتش پرست به چندین مذهبش بیده. مزدک بیده، مذهب زرتوش بیده، مذهب مانویان بیده، مذهب دیسانیان بیده و الی آخری. ما انگن در طول تاریخ یک قوم از قومهای بلوچ دینی مجوس بید یا یکی از این مذاهب دین مجوس ها تبنی بکن در عقیده فت. ایفت بزرگترین دلیل برای اشیاء که بلوچ هیچ ارتباط به این قوم آریایی نیست. اما تاریخ چه آگشید؟ تاریخ صحیح ایشی آگشید که اکثریت تاریخ نویس بر اشیاء متفقن که اصل بلوچ عربهای یمنند. یعنی اکثر مورخین اتفاق نظرش هست بر اشیاء که بلوچ عرب یمنند و برای اشیاء که این حقیقت ما بزانن باید بترن و همه کتابم بوانن که تاریخش نوشته عربانی 300 سال قبل از میلاد مسیح که این قوم از ملکا یمن هجرت کنن و اران در این عالم هستی پخش شدن. دو هجرت خیلی مهم انجام اگیب، یکی در هزاره هفتم بید، یکی در هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح علیه السلام که دومی معروف بید به هجرت العمالقه و در این هجرت مشما این قوم بلوچ پیدا کنن که جزء همه عرب های بیدگن که از همه یمن به دلایل مختلف هجرتش کرده و آتکیان به ملکای دیگه. متوجه بیده؟ حالا اختلافش کوین، اختلاف تاریخ نویسینو در ایشین که حالا که ما از اونن بلوچ اصلش عربند، خب جدش کن اختلاف ادونه که بعضیون گشته بلوچونی جد حمزه ابن عبدالمطلب در اشیا ما هیچ سند پیدا نکو، بعضیون گشته که جدش اسماعیل علیه السلام در هیچ ادونه همش دلیل من پیدا نکو و بعضیون گشته که بلوچونی جد شخص به نام محمد درمکه یا محمد ابن معد ابن عدنان القریشی و بعضی هم گشته که مثل دکتر اسماعیل داشتی اگشی در فدی کتابه که بلوچ اصلش خدمت شما عرض شود از شخص به نام عبد الشمس هاشمی، یعنی اصالتا هاشمیان، از عربه هاشمیان یا قریشی. خب تمامی نظریه ما بونتن بررسی کردن، تحقیق کردن و چیزی که به حقیقت نزدیکتر من از جد بلوچ به شما درگرفت و لطفاً همیشه خدمت شما من عنوان میکنم. در مورد جد بلوچ بهترین چیزی که گشک بیده آتکه در کتاب الجوهر المنقوش فی تاریخ البلوچ که مؤلفی نبیل داد بن بهادر بلوچیه. خب چه ایشن جد بلوچونی؟ خب گوش کنید و انشالله که یادی بگیرد. جد البلوچ هو سليم ابن مالك ابن فهم ابن غنم ابن دوس
ابن أذثان ابن عبد الله ابن زهران ابن كعب ابن حارث ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد ابن الغوث ابن النابث ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبع ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ادون كايشان بلوچ عرب هاي قحطانيا ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشث ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام أزورينو ابن مالك ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينات ابن أنوش ابن الشيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام تمامی بشریت در نهایت از حضرت آدم علیه السلام. چه ای شجرنامه بلوچونی از که از جد بلوچون سلیمان ابن مالک تا برسید به آدم علیه السلام به این شکل نویسید و این اتون از دیدگاه من قوی ترین دلیل بر اشیا که بلوچونی اصالت برسید به همه شخص عربی ها که نومنی سلیمان ابن مالک. خب این سلیمان ابن مالک یک اتفاقات اکفید به طور اشتباه فدی پدا اکشید و ترس فدی برادان از فدی ملکا که یمن بید در اکفید و اکید دیم به کرمان. در کرمان این داستان 300 سال قبل از میلاد مسیح. در کرمان 800 سال او ذریه زندگی کنه 800 سال و بعد از آشیا بعضی از ذریه سلیمان ابن مالک در کفند اران دیم به مکران. داستانش بازه کسش باز من انالتون کل این مسئله به شما بانونی. یک عده از ذریه سلیمان ابن مالک در کفند و اکوان دیم به مکران و بلوچ هایی که در مکران زندگی کنگن اصلش برگردید به یکی از ذریه های سلیمان ابن مالک نومنی که امیر حمزه که نومی امیر حمزه چه یک اگرشند که بلوچ اصلش به امیر حمزه اترید و ای امیر حمزه ابن عبدالمطلب ای اشتباهی درستی چند درستی ایشن که ای امیر حمزه همه امیر حمزانن که از ذریه جد فد سلیمان ابن مالکن یعنی شخصی به نام حمزه ابن مختار العزودی. حمزه ابن مختار العزودی بچه در سلسله شجرنامه سلیمان ابن مالک ما رسیدیم به یک شخصی به نام عزود. ای حمزه ابن مختار العزودی ای ادو به هم دیگه واصله بود چه عبید بگشن که جد یا پیروک بلوچ های مکرانی که امیر حمزه ابن مختار العزودی عربی یمنی یعنی اساسا و اصالتا و برگردی بکی برگردی از به سلاله سلیمان ابن مالک ابن فهم العزودی گشتو ای پیروک کل بلوچون هنچو که تاریخ گشید 300 سال قبل از میلاد در کپتگن و آتکن دیم به ای سرزمینون مکران. کسش بازین مختصر ایشا جواب شما سواله که بلوچ اصلش چه از نظر تاریخ صحیح. اگر شما را دیگه نظری هستین خب قطعا محترمه اما این منفذی قناعت شخصی بعد از سالها مطالعه در مورد تاریخ قوم بلوچ. موفق و مؤید ببید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.